عزیزم دیگه فردا میخوام به خانواده‌ام نشونت بدم. فردا؟ آره. نه ازم فردا شنبه است، من وقت موجه دارم. ای بابا راست میگی، موجه هم واجب. آره. خب یه شنبه. یک شنبه وقت ناخن دارم. ببین چقدر بلند شده. نه بد شده. بلند شده. خب راست میگی. خیلی خوب است. دوشنبه میریم. دوشنبه آخه وقتی لیزر دارم فدات شم نمیتونم. اونم واجبه. آره پرم. خب سه شنبه دیگه. سه شنبه یادت رفت؟ چی یادم رنگ کنه. آها راست میگی. آره. رنگ ساژ واجبه واقعا. چهارشنبه دیگه بعد چهارشنبه دیگه اوکی. چهارشنبه نه قربونت برم دیگه. میخوام وقت سولار برم سولار کنم، پوستم شکلاتی کنم. سولار چی هست؟ پوستم خوشگل میشه، شکلاتی میشه. تو دوست داری؟ واجبه اونم. آره عزیزم من دوست دارم. من پنجشنبه یه وقت آزاد دارم. عزیزم تو که در جریانی. چی؟ من یک سال تو صفم که یه پیوند کبد بعد مدت همین پنجشنبه من وقت دارم. یعنی من هم انقدر برای تو ارزش میمیرم اگه نرم تمومه. میمیرم. این دیگه آخرین فرصت من برای تو ارزش یه چند ساعت آخه تمومم. بابا خب تموم میمیرم ها. نه اصلا من میدونم برای تو ارزش نداره. بذار من به دکتر زنگ بزنم ببینم تا جمعه زنده میمونم. جمعه زنده میمونی ها؟ چی بگم آخه باشه اصلا آخرش نهایت میمیرم دیگه. شاید مردم. نه نمیمیری. حالا یه روز چند ساعته دیگه. برو دکتر تمرین کن بنداز شنبه هیچی نمیشه. من بهت قول